بابای من 30 سال زحمت کشید و کار کرد و بازنشسته شد. دمش گرم. هم دستشو میبوسم. اما مادر من توی این 20,000 روزی که از ازدواجش گذشت 60,000 بار وعده غذایی درست کرد. 60,000 بار ظرف شد. 20,000 بار دلا شد و چای گذاشت جلوی بقیه. 10,000 بار جارو زد و هزاران زحمت دیگه. سلامتی اونایی که شغلشون هیچ وقت دیده نشد، اونایی که نه پاداش گرفتن، نه مزایا گرفتن، نه بیمه و نه تحصیلات عالی. درسته؟ سلامتی مامانا و همه خانم‌های خانه‌داری که هیچ وقت بازنشسته نشدن. مادر سلامتی تو که هنوزم که هنوزه بازنشست نشدی. همه اینایی که گفتم زیر سایه این شاه شام بود. شاه خدا حفظت کنه. قربون تو برم الهی. بذار من یه ماکت بکنم. قربون تو برم. زنده باشید، مواظبشون باشید. اینا تکرار نشدنی هم.